ناموسمون دو پول شد. سرمون را خم کردی. گوش کن دادرکم، من به او باور کردم، فریب خوردم جانی اپا. دیگر تو بر این اپا ندارم. جمیله جمیله دخترم جمیله کار کردی آمد جمیله آقای دکتر چی شد دیلو؟ جمیله رو پروندن. زودتر آقای دکتر، شاید نجات داده توانه. زود چیزهای لازمی رو گرفته بیا. اینجا بیا پسرم. آرام شو چی اجازه ده. رویش آمد محکم کنید. دختری بدبختی سرسختم. چی بدبختی بود؟ برادر، من ایت رو برداشتن لازم. این خیلی ممکن نیست. برادر، تو من رو نمیشنوی. دختر همین خیلی در بین نماند. از من همین قدر بابا ابراهیم، همین قدر. از این زیادشان نخواهید. و شما گپ زدن آسان است بابا. یک بچه پر راست نگاه کنید، مردم را ببینید. همه مقابل ما برآمدند. برادر، بس دیگر به کار ما دخالت نکنید. بابا التماس آرام شوید. چی گپ زده ایستاده ای؟ و سرت بلا میاری؟ تو آن تجاوزکار را پنهان کردی. در کجا پنهان کردی؟ آرام شوید التماس. من گفتنیم که بین حادثه یگان دخله ندارم. شما این رو فهمیدن میتوانید یا نه؟ ما کودک نیستیم که فریب مان دهی. چی ما شما را نمیدانیم؟ اما تون یک رزیلان نابکاران. رشید، آرام شوید. رشید،
سرده او را. حیف شد. چرا با من خیلی معامله میکنن؟ من چی بدی کردم؟ دوستی اوزان هستید و باز چی؟ گپ زن. دکتر هستید. خیر چی گفتن میخواهی؟ همه دکترانی به اینجا اومده این آدمان رو رنجوندند. یکیش در وقت دشواری پرتوف طرف، دیگرش فریبگری کرد. واقعی اوزان رو میدونید. یعنی همشون خیانت کردند. اگر با هر یک طبیب چنین معامله کنند البته آنها اینجا رو ترک میکنند. بله همین خیل. شما حق هستید. جای حیرت نیست. شما با اینجا به نیت بد ناومده اید و پس از برگشتنتون کسی از پستون شما رو لعنت نمیخوند. اصلا به این حق هم ندارند. چرا از شما خفه شوند؟ چرا آقای دکتر؟ تا اومدن دکتر جمیله الکی مرده به پدر. به ناموز به جزا نمیماند. کوزه کپیده البته میشکند. اوه خوش آمدید بابای ابراهیم. از حادثه خبرداری رئیس؟ ها بیچاره جمیله حیف شد. احمد گریخته است. او را یافته به پلیس بردن لازم. به پلیس زنگ زن از جنایت خبر ده تا آمدن پلیس احمد را یاب. البته بابای ابراهیم وظیفه ما هم در اینجا همین است. تا از حکومت آمدن کس ما در اینجا حکومتیم. همین طور نه؟ نمیدانم شهباز. کودک را یافتن لازم. تو هم میدانی که کودک را در این حال نمیگذارند. آدمانی که به معاصره افتادن وضعیت باطنج است. کودک حیف می شود. من به نقطه طبی می روم. یگون خواهش دارید؟ به خونه آقای حمید رفته از حال بیمار خبر گیر. مایلش خبر می گیرم. ها شما از اینجا نبروید. این دیه برای شما خطرناک است. تشکر. از این همه بیسر و سامانی فراموش کردیم. شما گرسنه هستید؟ با خود کمی توشه داشتم تمام شد. اگر یکون چیز می بود خوب می شد. البته اگر زحمت نشود. با عمر خوردنی می فرستم. تشکر زیاد. ما او را مجبور میکنیم که به گپ درآید. حالا ایست رشید. در این روزی روشن نمیتوانیم. بله راست میگوید. انتظار میشویم. تاریکی را انتظار میشویم. انتظار شو دکتر جان. در حیاتم این خیلش را یکمین بار میبینم. به حیوانی بیچاره چی شده است؟ این کار حق دار خواست. حق دارا؟ بله. فهمیدم که گاو را فروختنیم. پولی حقشون را نیابیم گفته به گاو زهر دادن تا برفین را گرفته برند. چی؟ زهر دادن؟ نفهمیده حکم نبرار دخترم. آیا خود به خود گاو تلف مییابد بابا ابراهیم؟ اکنون آنها فردا آمده ما رو گرفته میبره. میمورم و زنی رافی نمیشوم. دخترم برفی در حال خودت رو عذاب نده. اگر تلف حیوان کار حقداران باشد این ظلم به جزا نمیماند. اول سبب تلف یافتن گاو را فهمیدن لازم. بابا ابراهیم السلام علیکم. السلام علیکم بابا ابراهیم. و علیکم السلام. تو به درون درا. برادرها با سر موضوع بیاییم. خوب شد که شما هم اینجایید بابا ابراهیم. این کار را در یک جایگی حل میکنیم. گپ را دراز نمیکنیم. سبب آمدنمان را شما خوب میدانید. زلال پول تیار است؟ از ما مهلت پرسیدید راضی شدیم بابا ابراهیم. اگر پول ندارید برای بردن برفین حق داریم. زلال برای پرداخت حقتون باید گاوش را میفروخت.
میدونم. لیکن گو یک بار مرد. معلوم که اجلش رسیده است. زلال میگوید که گو را شما زهر داده اید. چی ها گفته است داده اید؟ چرا ما گو را میکشتیم؟ سببش معلوم نیست. برای برفین البته. با خدا که همه این دروغ است. ما گو را نکشته ایم. اگر زلال خانم حق باشد چی؟ اثبات کند. راست بگویی برادر حامد. اثبات لازم. از این سبب هر دوی طرف انتظار بشوید. چرا انتظار شویم؟ یک بیتور جمع میزنیم. گو را میبیند. تا آمدن بیتور چند روز میگذرد؟ بگذار. برای حق به حقدار رسیدن بیتور را انتظار میشوید. حق به حقدار میرسد. انتظار میشویم. کیست در آنجا؟ کیست در آنجا؟ پسرم مادر جان، پسرم مادر جان، من در اینجایم. تو در کجایی؟ مادر پسرم جان، تو در کجایی؟ مادر جان، من در اینجایم. بیاید مادر پسر جان. جانم مادر جان، در اینجایم، در اینجایم. بیاید. مادر جان، مادر جان، دکتر با بیرون برا میگویم. بیرون برا گفتیم. رفته ناموس. به این کار جواب میدی. برا میگویم. تو در همین خانه ای. برا بیرون برا. از خانه برا گفتیم دکتر. با بیرون برا میگویم. دکتر اگر بر باشی برا میگویم. برا. زنده و زنده نامرد ناموس. از خانه برا. دکتر پر شدی مگه؟ نامرد. با بیرون برا. پسر برا میگویم. پسرم جونم پسرم وای بیناموس را با من ده. بهوده از من گمان برید. در کجا بودنش رو نمیدونم. استاد را پنهان نکن. او را با من ده دکتر. چند بار به شما گویم در کجا بودن او زن را نمیدونم. باور کنید دروغ نمیگویم. این را بینید ها؟ حالا هم سرکشی دارد. راهی گریز نداری دکتر. یا آن بیناموس را با ما میدهی یا اینکه به جای او تو جزا میگیری. رشید خودش چی گپ؟ از او چی میخواهید؟ شما عیب را نمیدانید. عیب است عیب. میدانید که این کاری کردتان چیست او با چیست؟
زود از اینجا روید. زود روید. رفتیم. تشکر زیاد. در این دیه تو را نمیخواهم پسرم. صبح از حالی بیمار خبر گرفته. بعد از دیه بر اومده میروم. پسرکم، پسر جانم. پسر جانم. مادر جان، در اینجا چی کار میکنین مادر جان؟ هیچ چیز، خوابم نمیبرد. باز خوب دیدید مادر جان، در خوابتان گپ زدید. براتم در خطر است، براتم در خطر است گفتید. برات میگریست برفین، از من یاری میخواست. مادر جان چی ها میگویید؟ از مردن برادرم چند سال گذشت. تمامی هستیم همین کودک است. گریزم برادم، از اینجا بره دور. از دوای خون نجاتش دهیم، به یگانیتی خون سپاریم. فقط نجات یابد. مادر چرا خاموشی؟ مرده است. من تنها خواب دیدم. چوپانی را گرفت کرد. چیها میگویی سعید؟ من اصلا دیده چوپانی خوب هستم. میخوایی مسابقه برپا کنه، کسی که گوسفند رو آب ننوشانیده با آن طرف گذرونه وای چوپان بهتری. راضیم. اول به گوسفندان نمک میدیم که خوب تشنه شوند. من راضی. کنی بچه ها زود رفت نمک بیارید. زود. چی مسابقه نشود؟ بله دوستش مسابقه میکنه. وقتی بلند شدن حرارتش بالا دکتر همراه خوراک شام نمیخوری؟ تشکر زیاد. امروز از اینجا میروم. علی چی میشود؟ دیلو خبر گرفته میستد. شما تنها در وقتش دادن دارو رو فراموش نکنید. مایلش؟ خوب سلامت باشی. تشکر زیاد. پناهت به خدا. سلامت باشی. خوش بیمون. خیر اپا جان. خیر. مسابقه
بغل نکنید. گلی یک چای بیار. خب اول تو سر کن الدو. مکافات رانی کرده چوپانا؟ نه شما گویت آقا. مغلوب هم گوسفند و هم چوپانی غالب آمده رو در پشتش به آن طرف میگذراند. من راضی هستم. من هم راضی هستم. پس سر کنید چرا انتظاره؟ اول دو سر کن دو سر کن. دیدید برادرها انا همین خیر. آفرین الدو آفرین. سعید اکنون نوبت توست. کنی هنرت را نشان ده. کنی سعید آفرین. خرسنگ زنه نوشید. دیدید نوشید. سعید همه شرمنده کنید. باز خودش چوپانی خوب بگوید. خداوند خود از گناههای جمیله را ببخشد. آمین. با گپ زدن این کارو حل نمیشود سعید. یعنی غالب بر آمده نازانه. بردار یعنی بینیم. اینه بینه دا. چوپان. بیار. آفرین سعید آفرین. دیدی سعید. گوسفند را گذرانیدی. اکنون نوبت من است سعید. بیا دوستان. بیا جورا جان. دیدی سعید. بیا. گوسفند را گذرانیدی. اکنون نوبتی صاحبی گوسفند. انا حمیدم سعید. کنی؟ چیز راحت. و پیش. کف کوبی. از گوسفندم هم از دیم بیار توی. نوید از اینجا. می روید؟ بله. راهتون دراز است. در راه گرسنه نمانید گفتم. برای همش تشکری زیاد. من هیچ کاری نکردم. خوش بیمون. دیلو. لبای. به خونه همون زنگ زدنی بودم. در دهه تلفن است؟ در خانه رئیس است. از اونجا می توانید زنگ زنید. تشکر. اینها پشتیبانی جمیله بودند.
مردهش را کسی صاحبی نکرد. بابا ابراهیم با زلال را گراندند. دیگر همه روی گردانیده رفتند. جمیله در بین ماند. بیچاره دختر حیف شد. حیف شد؟ چه خیلی حیف شد؟ برای کاری کردهش جزایش را گرفت. چی آن کودک در اینجا می ایستد؟ او که ها گریخته رفته است. به من عقل یاد ندهید. تا آمدنی پلیس آن کودک را یابید. در دهه یگان جای ناکافته امان نماند. خدایا امک یوسف باز یک بار دیگر رفته کوبید. از برای خدا در اینجا نیستید. همه جو را کفتیم رئیس، باز چیکار کنه؟ روید کوبید. آخه روید او را یابید. چرا ایستاده اید؟ روید کوبید از برای خدا. چرا ایستاده اید؟ از برای خدا. از برای خدا. بخیر از دکتر؟ پیش از رفتنم میخواستم به خانه زنگ زنم. زنگ میزنی؟ پولش رو میدیم. درا زنگ زن. چقدر که میخوایی گپ زن. تشکر. تلفن رو بردار. مایلش گوش میکنم. سلام مادر جان. پسرکم طاهر، ما رو خیلی خواطر کردی طاهر؟ پسرکم. با من ده. الو طاهر؟ پدر؟ در کجا هستی پسرم؟ ما رو خیلی خواطر کردی. در اینجا تلفنی موبیلی کار نمیکنه چون که برق نیست. چی؟ حالا هم مگر این خیلی جایها هست؟ من در سمت جنوب و شرق. جنوب و شرق؟ بله پدر. در دههایی که دوستم اوزن کار میکرد. دهه آبی کلان. دهه آبی کلان؟ چی؟ چی؟ در آنجا چیکار میکنی پسرم؟ آن جایها خطرناک است. خواطر نشوید پدر، من خوبم. طاهر الو من میویم. پدر من رو میشنوید؟ الو من رو میشنوید؟ خودت را عذاب نده. کی ساز شدنش معلوم نیست. خدایا. چی شد مصطفی؟ قطع شد. طاهر در آن دهه چی میکوبد؟ من از کجا دانم؟ من از دوستم میروم گفته از خانه برآمد و کجا رفتنش رو نگفت. اگر با هم روبرو شوند، اگر مادرش او را شناسد، میفهمی چی میشود؟ نه، بهترش من با آن ده میروم. چی ها میگویی مصطفی؟ ما طاهر رو در طفلیش گرفته بودیم. زلال روی او رو در خاطر ندارد. در آخرین عکسی که به مادرش فرستاده بودیم اون 9 ساله بود. شناختنش غیر امکان است. اما اگر تو روی، زلال تو رو در حال میشناسد، پسرش رو طلب میکند. انا آن وقت ابدا جدا میشویم. من با این جدایی طاقت کرده نمیتوانم. حالا هم نرفته ای پسرم؟ حاضر برای میبرم. برای همش تشکر. سلامت باشی پسرم. مادر جان. خانم دخترم چی شد؟ فشار پس شده است. در یکونجا خوابوندن لازم. خانه انا در آنجا. خواهرم کمک کنید زودتر. آپای دیلو 2 روز از که شکمش درد میکند. پسر من هم از خانه نبرآمد است که شمال خورد. چرا بیمار شده است؟ آپای دیلو گپ زن با اینو چی شده است؟ من نمیدونم، دکتر نیستم. شاید شمال خورده باشند. با یگون جو نروید، من زود میویم. کمی بهتر شدید؟ بله. این نتیجه خستگی از حد زیاد. امروز استراحت کنید، فردا انشالله خوب میشوید. تشکر پسرم، خدا از تو راضی باشد. سلامت باشید. خیر دکتر. روحی سفید پسرم. دکتر در راه با دقت باش. بسرت یگان بلای نآید. این جاها برای بیگانه ها خطرناک است. اولها این خیل نبود، اما از کجای رازن ها پیدا شدند. برای زیبا سایه افتید، روزمان را سیاه کرده. حتی آمده مردم دیه را عذاب میدهند. سلامت باشید بابا ابراهیم. من شما رو فهمیدم. خواطر نشوید. دخترم زلال،
تو نغزك دم گیر. من به نزد رئیس رفته به بیتار زنگ میزنم. دختر خیر خیر آقای دکتر چی شد دیلو؟ آقای دکتر با کمکتون احتیاج دارم. بخیر است یاشار؟ به سلام و کلام میگذاری؟ چی شد؟ گاوی زلال رو نخریدی؟ بگپت نایستادی؟ قسم به خدا چیزی میگوید حق است بابا ابراهیم، اما باور کنید کنی گپ زن؟ چی واقع شد؟ باور کنید نتوانستم. رافع به من فشار آورد، مرا مجبور کرد. این خلگوی احتیاجی به بیتار زنگ زدن هم نماند. ای خدا جان، اپه دیلو به کجا رفت؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ نرز به کودکم. ای دست نرزان. اپای دیلو، ما کودکانمون رو به شما سپریدیم. این دختر به ما لازم نیست. گوش کنید مرا. چرا شما نمیفهمید؟ آخر یگان علاج کنید اپای دیلو. من دکتر نیستم. یگان کار کردن نمیتوانم. اگر زنده ماندن کودکانتون رو خواهید مجبوره که به او باور کنید. گوش کن دکتر، اگر با کودکانمون یگان شود تو رو زنده نمیمونی. فهمیدی؟ بار دیگر حرارتشان رو بسنج دیلو. نشانه های بیماری رو بگوی. قیکنی، شکم درد، وزنینی. همه رو به بیرون برار. کنی همه به بیرون. تو زلال خانم را در وضع ناگوار گذاشته از آن استفاده کردن خواستی. کنی گپ زن؟ تو به این حق داشتی؟ بابا ابراهیم، من تنها خاموش رافع. انا یاشار هم در همین جاست. این دروغ است بابا ابراهیم، دروغ است. گاو را کدامتان زهر دادید؟ به خدا من زهر ندادم. من از این کار خبر نداشتم. داشتی. از اول نیتی تو به جای خونبها برفین را گرفتن بود. برفین را گرفتن میخواهم، اما من گاو را زهر ندادم. خطا کرده دکا. چی خیل خطا؟ چرا همه را به سر من بار میکنید؟ خودتان را و هم منو شرمنده کردید. کاری شدگی شده است حمید. بعد این چیکار کردن را میدانی؟ میدونم بابا ابراهیم، میدونم. در این خیل وضعیت خونبه های این ماه رو گرفته حساب میکنیم. با ما اجازت بابا. رای سفید. تو چه کار کردی؟ ای از برای خدا بس کنید که در پیش مردم مرا شرمنده کردید. آیا این نرزوی مردی است؟ من تو را شرمنده نکردم. خیلی شرمنده نکردی. شرمنده نکردم. آقای دکتر، باز یک بیمار آوردن. شما در بیرون انتظار شوید. نشانه ها درستند؟ بله آقای دکتر. با این کودک ها چه شده است آقای طاهر؟ سرایت یافتند. ای وای، چیکار میکنیم؟ خون رو تشخیص میکنیم. بیماری رو معاین کردن لازم. در دهها یگان بیماری دیگر هست؟ باز یک کودک هست، اما پدرش نمیآورد. چرا نمیآورند؟ به نزد خالای مریم برده است. با نزد کی؟ خالای مریم. مردم اساساً به نزد او میروند. یک زن طبیب از گیاها دارو تیار میکند.
یک طرفیست. چیکار میکنه؟ دختر کیشه غم میخور زنک صحت میشود. خدا جان با تو شفا بخشه. پدر ها چی گپ شد؟ دختر اومد. دختر برای چی آمده است؟ کودک رو دیدنی اومده. کودک در دستی آدمی باوری ناک است و شما در اینجا هیچ کس محتاج نیست. کنی از اینجا روید زودتر آقای روید. دکتر دخترتان رو معاینه کردن میخواهد. یگان دختر لازم نیست. خاله مریم او را طبابت میکند. بله، با خواست خدا خودم طبابت کرده میتوانم. روید. یک روی نکنید التیماس، دخترچه رو دیدنم لازم. خواهش میکنم. تب دارد. چه شکایت دارد؟ خدایا توبه. ای برادر تو گپ را نمیفهمی. گفتم که کاردار نشو. دل به حضوری تب لرزه دارد. توبه از برای خدا از اینجا رو برادر. سرمون را گرنگ نکن. تو گپ را نمیفهمی. کنی رو دکتر. از اینجا رو گفتم. رو. التیماس با من گوش کنید. در ده بیماری سیرایتی پهن شده است. این بیماری را با گیاه طبابت کردن نمی شود. کودک رو زود به نقطه طبی بردن لازم. گفتم که دختری مرا خاله مریم طبابت میکند. یگان خیلی دکتر لازم نیست. اما او طبابت کردن نمیتواند. احمد؟ ها؟ خب هستی جیان؟ انا این توشه راه باز گرسنه نمانی. اماکی رئیس از پلیس گریختن درست است. رفت و بدست رفتم. تو چی؟ میخواهی در حبسخانه پوسیده روی؟ من به تو راهی درست را نشان دادنی. در آنجا تو را کسی نمییابد. رفتیم آنها را انتظار نکنیم. نترس آنها تو را نمیرنجونن. هیچ گم نمیشه. همش درست میشود. اماکی رئیس من میترسم. مگر مرد میترسد؟ تو گفتم را کن از گپی آنها نبرا راحت میکنی. او را نمیکابن؟ پروا نکنید. پیش در راه رفته. رو فراموش نکن. از گپی آنها نبرا. ای بچه بیعقل. آقای دکتر برای صحت شدن کودکانتان کوشش کرده ایستاده است. بیهوده نایستید. به خونه هایتان روید. چی شد دیلو؟ کودک رو گرفته توانستی؟ دو پایش رو به یک موزه انداخته. مریم خاله دخترم رو طبابت میکند میگوید. به خدا کودک حیف میشود. از تشخیص خون یگان نتیجه برآمد. و کودکان چی شده است؟ به فکرم سرایت شکم روی شدیدی گذرانده. یعنی خیلی خوفناک. بسیار یک بیماری زود سرایت کننده است. بله زود پهن می شود. این بیماری سبب مرگ حیوان هم شده می تواند. در روزهای نزدیک یگان حیوان مرده بود دیلو. آها. برادرم پسرکم کی میداند که حالا در کجایی و چی کار میکنی؟
است انشالله. مادر کسی در رو میکوبد. کیست؟ منم زیلال خالا. خیریت که دیلو بود است. شما رو ناراحت نکردم؟ بیا دیلو بیا. تشکر. آقای دکتر گووتان رو دیدن میخواهند. مرحمت دارید آقای دکتر. ببخشید ناراحت کردیم. گاو رو دیده میتوانیم؟ اما گاو زرناک شده بود. ما او رو گروندیم. ممکن است آقای رو ببینیم؟ مرحمت. بیایید. گاو رو گور کردیم. دکتر اینجا چی کار میکنه؟ آبی دهانش رو دیده سبب مردنش رو میفهمیم. سببش معلوم. حقدارها به گاو زهر دادند. دیلو چراغ رو نزدیکتر بیار. خطا نکردید. واقعا گاو زهرآلود شده است. متاسفانه دیه را سرایت کلان تهدید میکند. حامد لبای شیر جوشیده ایستادن. حیوان ها را نترسانید. گاو را من زهر ندادم گفتم گوش نکردی. کدام گاو را؟ گاوی زلال را میگویم. در ده بیماری سرعتی پنج شده است. گاو از بیماری مرده است. این خیلی باشد خونبه ها را میگیریم. رئیس در ده بیماری سرعتی پنج شده. دکتر گفت که این بیماری از حیوان گذشته است. چی خیلی بیماری؟ پیشکی حکم نبرارید. دکتر جوان است، بی تجربه است. کودکای ما بیماری. چی خیلی مردم دکتری بهتر برای ما در کار است. یگان دکتر آوردم در کار. برفین؟ بیماری سرایتی بوده است کو؟ چی زنی رو فیل نشدی؟ یا اینکه خونبه ها رو سپاریدید؟ معلوم که نسپاریدید. مادر دیه جوشیده ایستاده است. همه امج گرفتن این سرایت رو فهمیدن. یعنی حقدارها هم فهمیدن. حاضر به بسی درمان می آید. همه شایبی همان دکتر. اوه دکتر خانم را سوزاندی. هیچگاه زنی را فیل نمیشم مگر نگریخته میروم. نزد تو میروم یولماس. گریخته میروم. دیگر چاره ندارم. برفین دخترم، باز یکان به عقلی نکنی. آرام شو. خدا بزرگ است دخترم. یکان چاره میابیم. حق داره. میدانم در خانه عزیزی لا. نکشید مادر جون. دیگر چاره نداریم دخترم. خدایا کمک کن. شنیدی بیماری استراحتی آمده است. گاوت از بیماری مرده است. هلال از کجا معلوم شد؟ مگر تو خبر نداری؟ تا برفی را نگیریم نمیرویم. شما انصاف دارید یا نه؟ نه،
از روی شرط رفتار میکنیم. ما را مجبور نکن. حکای حامد شتوبه گوسفندا مرده ایستادن. چی؟ رفتیم. شتوبه زلال دختر را آماده کن. خداوندا به ما کمک کن. برفین 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 مرد گریه نمیکند. آخر شکمم درد نکند. میگذرد صحت میشوی. آیا هممون ناز میشوی؟ البته. وعده میدی دمکی دکتر؟ با نزدیک هممون یک جای فوتبال بازی میکنیم. نه بازی نمیکنه. برای چی؟ چون که توپ نداره. توپ رو من میخرم. وعده میدی دمکی دکتر؟ البته. دکتر یاریگه دکترم را دست میدیم. زود به درون برو دکتر. هوشیار باش، اگر به دخترم یگان چیز شود تو زنده نمیمانی. وای 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 حکای حامد دیگرهایشون مرده کشتن گیرین. چی ها میگویی سعید؟ چیل میکشیم. آنها از بیماری مرده ایستادند. اگر گوشتشان را خوریم ما هم میموریم. هیچ گم نه حامد. اجل نرسد خدا جان را نمیگیرد. به حیوان ها سرایت کرد گفته به ما هم سرایت میکند. کشتن گیرید. هیچ نباشه زیان نبینه. تو رفته پرس شاید یکان چیز میداند. مایلش خوب شده است. چی شد خانم زلال؟ بخیر است؟ خیلی خیر دکتر. گاو از بیماری مرده است گفتگی. تو از کجا میدونی؟ کنی گپ زن به تو کی گفت؟ بعدی گپ های تو حقدارها برای دخترم اومدند. او باشد از خانه گریخت. خانم را سوختی دکتر. خانم را سوختی. زود بیایید آقای دکتر. حالت اون دخترچه خیلی وزنین شد. چشمانت را کشو چشمانت را. سوزن دارو تیار است. او حلقه مرده است. چی؟ آقای دکتر. آقای دکتر. آقای دکتر. آقای دکتر به خدایت آقای دکتر. در را کشا زلال. در را کشا گفتم. برای گرفتن برفین آمده. در را کشا. در را میشکنیم زلال. در را کشا. کشا در را ده. ما را حمق نکن زلال. ما را سرگردان نکن زلال. دخترم نیست. برفین گریخته است. دروغ نگوی. دختر را پنهان نکن. من پنهان نکردم.
نیست اکا نیست؟ نیست اکا نیست. دخترت کجاست زلال؟ کجاست دخترت کجاست؟ نیست میگویم. دخترت را به بیرون برار وگرنه حالت بد میشود. حمیدی آرام شوید آرام شوید. خانم زلال درست میگوید. نشو رئیس. تو از کجا میدانی رئیس؟ کزمان گریختنی دختر را با چشم خود دیده است. گریختنشو از کجا فهمیدی کزمان؟ در دستش بوچه داشتنک هم به کدام طرف رفت؟ به طرف خرسنگی سفید. خرسنگی سفید را گذاشته به دههای همسایه میدراید. ای دختری بی عقل، آنجا آدمان خفناکند. کوه را تگ و تار کرده دختر را میابین. چو با شما صبر جمیل میخواهم. ذکر نشوید آقای دکتر. حیات چند کودک رو نجات دادید. اما اینش رو نجات دادم نتوانستم دیلو. ایستاد هم چی کار کردن این آدم ها معلوم نیست. مثل دیوانند. بابایم را گوش نمی کنند. بهتر شما از اینجا روید. من جان او رو میدونم که درد دارد اما از دست دکتر چی میآید. بابا ابراهیم من او رو زنده نمیمونم. آرام شود هم مرا سر ده بابا ابراهیم. زودتر روید. دیگر چاره‌ای ندارید. من چیکار کنم؟ داروها رو دادم گیر. اینجا حتما باید یک دکتر بیاید وگرنه بیماری جان چندی نفر رو میگیرد. در پناه خدا باش. آماش آرام شمید. آرام شمید گفتم. آرام آماش در شکم. میروم. شنیدید؟ دکتر میرود. راه دهید. قاتل دخترم. آماش آرام شمید. باز کنید. باز میگویم. بچه ها نروید. خدایا پروردگارم.
تو با من بیار شما رفته جنگل را کابید چو اجم نبارا چو برفین 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 چه؟ بچه ها باز دیگر نهایید ما از اون طرف میرویم رفتیم شما برفین برفین بکو بروید همه جا رو کابید برفین برفین برفینو بچه ها التماس شما نمیفهمید وای پایم مادر جان وای پایم نمیرم وای پایم گورزت بچه ها اینجا خطرناکه ایستید اکا جون حسن رو چی خیل میبره وای پایم در جایت است وای پایم التماس برو نجات دیه اکای دکتر نجات بدیه اکای دکتر التماس از جایتو نجنبید وای پایم اینها را هم تبابت کردم کجا آمدید مرا اونهایم را گرفتید چند روز از اینجا سردید مرا با هیچ کجا نمیروی اینجا کار میکنی کیست اونجا
بچا گرفتم خواستی ها؟ مرد رفتیم کیستی؟ وای پایم امکی دختر میایم بچه ها شما فقط نجنبه حسن رو از اینجا چی خیل ببره؟ نمیرم مادر جا نمیرم حسن توقات بود خواستین امکی دختر تو رو نجات میدیه نمیرم مادر جا نمیرم مادر جا احتیاط باشید خوب شده است امک جون در جای پای من قدم گذارد مایلش نمیرم از پسی من بیایید مادر جا نمیرم مادر جا اینجا گیر نمیرم مادر جا نمیرم وای باید نمیرم مادر جا بچه ها احتیاط شاید فهمو در جای قدم های من پا گذارید فهمیدید خوب شده است از پسی من بیایید سردی التماس مرا سردی خواهش بکنم سردی کنی مرا با کجا میبرید سردی درا گفتم از من چی میخواهی؟ التماس مرا سرده رفته دکتر مردن بیمارش را نمیخواهد اما بر ضد خواست خداوند برآمدن نمیتواند آپایدینا حسن را بینه چی شد؟ حالتش وزنین است در حال جراحی کردن راه ده
چی شد پسرم؟ بابا ابراهیم اما که دکتر من و حسن رو از جای مینادار نجات دادن. چرا دختر رو کشتن خواستی؟ او جای ما را دید خبر دادنش ممکن او را کشتن لازم. مگر یگان چیز گفت؟ اگر تنها نباشد چی؟ بیا سراسیمه نشوی. اول به گپ درآوریم. ҳолаш чӣ хел аст? пояш сеҳат мешавад? аз дастам кори омадаро кардам. иншоллоҳ сеҳат мешавад. шояд пештараш барӣ нашавад, аммо ҳеҷ гап не. ту ба хона рав. шумо чӣ? шумо чӣ кор мекунед? чанд рӯз аст ки хоб накардаед. ташвиш накаш, ман хубам. ту метавонӣ равӣ, дило. метавонӣ равӣ. хуб, ба шумо шаби хуш. ба ту ҳам, дило. аз барфин ягон хабаре ҳаст, дило? бобоям рафта. ягон хабар нест. шаби хуш. шаби хуш. иншоллоҳ ба духтар чизе намешавад. تاریکی فرا گرفت. در آن کوه چه کار میکند؟ خوراکی گرگ در رنده ها نشود. دخترم را در پناهت نگاه دار. شاید که دیگر تو را نبینم یلمز. صدق الله علی العظیم. اپت خواب رفت و تو حالا هم نخوابیدی پسرم؟ خواب ندارم بابا جان. برای چی؟ چرا نمیخوابی؟ بعد همون کی معلم میآید من خواندن میخوام. انشالله پسرم. اکد بر این خواندن معلم میشوی. لیکن من دکتر شدن میخوام بابا جان. میشوی پسرم انشالله. انشالله نبیره خوشرویتی من. بابا؟ لبای جانم؟ اکم کی مکتبش رو تمام کرده میآید؟ 2 سال دیگر مانده است پسرم. 2 سال پس نبیره من معلم شده و ده میآید.
پروین خدایا زود رفته به سلیم خبر ده. اپایزلو برفین را دستگیر کرده آوردن. بیایید زودتر بیایید. دستگیر کردن. رفتیم زودتر اپایزلو زودتر سردید مرو. حالشون خوبتر شده است. اپای دیلو اپای برفین رو دستگیر کرده به دیه آوردن. تو از اینجا دور نشو. دختر را آوردن. دخترم استید بگو دختر جون مادر جون منو نجاتید. نگو رجت گفته بستیم زیلا. شما از خدا نمیترسید. کشایید او رو. خوب شده زیلال میکشویم. داد نزنه. ای سلاح را پرتا. برفین سلاح را پرتا. برفین سلاح را پرتا برفین. برفین نکن. برفین زیاد دستش رو بکنم. ای خیلی اکا از آن که با تو خودم باشم و بکنم بهتر است. نکن برفین. اینجا بیا. اینجا بیا. مادر اینجا بیا. کشت نبرید. کشت را گفتم. مجبور بودم و اگر نه خودکشی میکرد. راه کرد. فکر کردی که از ما میگریزی. بیا خاموش. من نزدیک نشوید. مادر جون شما را چشم دیدن ندارم. خاموش. داد نزن. من هیچ شما نمیشوم. خاموش. خاموش. التماس مرا سرده. التجا میکنم. چرا جمع شده؟ دم شوید گفتم. بسیار داد نزن. رفتیم. خاموش. اس از جویت. اس سردید مرا. اس گفتم. سردید اینجا دارم. جای گریز نداری. زنی من میشوی برفین. میمورم و زنی تو نمیشوم. پیراهن تقدیر
فیلم سال 2011 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانیده شد.